از تکنولوژی‌های پیشرفته تا طراحی‌های خیره کننده، خودروهای سوپر اسپورت از همه نظر شگفت انگیزن. همراه ما باشید تا در این ویدیو بهترین سوپر اسپورت‌های سال 2024 را به شما معرفی کنیم. بعضی از این سوپر اسپورت‌های خارق‌العاده نیز به صورت گذر موقت وارد ایران شده‌اند. شفرولت کوروت Z06. شفرولت در نسل C8 کوروت و خصوصا در نسخه Z06 یکی از بهترین سوپر اسپورت های جهان را ساخته. در حالی که بسیاری از خودروسازان در حال حرکت به سمت پیشرانه های کوچکتر هستند، شفرولت برای Z06 یک موتور 5.5 لیتری V8 تنفس طبیعی را توسعه داده که 670 اسب بخار قدرت تولید میکنه. به لطف این موتور، کوروت Z06 در کمتر از 3 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت میرسه. این سوپر اسپورت آمریکایی در خیابان‌های تهران نیز تردد کرده. تا کنون 3 دستگاه کوروت نسل 8 به صورت گذر موقت وارد ایران شدند. آدی R8 دیگه تولید نمیشه، اما نمونه‌های 0 کیلومتر آن هنوز هم در انبارها موجوده و با پیشرانه V10 در نسخه‌های محرک عقب و 4 چرخ محرک قابل خریداریه. این ماشین در نسخه محرک عقب 570 اسب بخار و در نسخه 4 چرخ متحرک 620 اسب بخار قدرت داره. جانشین R8 الکتریکی خواهد بود. تا کنون 2 دستگاه R8 وارد ایران شدند. پورشه 911 GT3 RS بدون شک بهترین نسخه نسل 992 پورشه 911 محسوب میشه. با 525 اسب بخار قدرت از پیشرانه تنفس طبیعی و آیرودینامیکی تهاجمی میتوان این خودرو را بهترین پورشه تاریخ دانست. مازراتی MC20. مازراتی که سابقه پرباری در ساخت خودروهای اسپورت داره، در سال 2020 سوپر اسپورت کاملا جدید MC20 را معرفی کرد. این ماشین با طراحی جذاب، برند معتبر و رانندگی عالی، بازگشتی پرشکوه برای مازراتی به بازار سوپر اسپورت ها محسوب میشه. همچنین در حالی که پیشرانه‌های هیبریدی میتوانند سوپر اسپورت ها را سنگین کنند، MC20 با استفاده از یک پیشرانه توین توربو با 635 اسب بخار قدرت وزن خود رو پایین نگه داشته. اما مشکل این خودرو قیمتشه که با سفارش آپشن ها به بیش از $250,000 میرسه. مکلارن آرتورا. مکلارن که معمولا فرمول های قدیمی خود را خیلی تغییر نمیده، برای آرتورا همه چیز را از نو آغاز کرد. این شرکت شاسی کربنی که از زمان MP4 12C استفاده میکرد را کنار گذاشت و پیشرانه V8 توین توربو قدیمی را در سطل آشغال انداخت و در عوض سراغ یک مونوکوک جدید و یک پیشرانه 3 لیتری V6 هیبریدی جدید رفت. این قوای محرک ابتدا 680 اسب بخار قدرت داشت، اما این رقم در مدل 2024 به 700 اسب بخار افزایش پیدا کرد. هرچند ظاهر آرتورا تکراری به نظر میرسه و پیشرانه V6 آن صدا و شخصیت موتور V8 قبلی را ندارد، اما این ایرادات جزئی مانع از حضور سوپرکار هیبریدی مکلارن در لیست بهترین ها نمیشه. فراری 296 GTB. قیمت 296 GTB حتی طبق استاندارد سوپر اسپورت ها هم بسیار گرانه. قیمت این خودرو از $342,000 آغاز میشه که نزدیک به $90,000 از آرتورا گرانتره. پیشرانه 6 سیلندر هیبریدی فراری با 830 اسب بخار قدرت عملکردی فوق العاده داره. مکلارن 750S. مکلارن در 750S جدید سوپرکار فوق العاده 720S را گرفته و آن را بهتر کرده. در این ماشین که از قطعات جدید زیادی استفاده شده، قدرت پیشرانه 8 سیلندر توین توربو با 30 اسب بخار افزایش به 750 اسب بخار رسیده و وزن خودرو هم 30 کیلو کم شده. به لطف این تغییرات 750S ظرف 2.8 ثانیه از 0 به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت میرسه. این در واقع ترکیبی از بهترین قطعات 720S با بهترین قطعات 765 LTE. در حالی که آرتورا نمایانگر آینده مکلارن، 750S شبیه آخرین تلاش برای حفظ گذشته به نظر میرسه. فراری 812 GTS. هرچند همه سوپر اسپورت های این لیست موتور وسط هستند و شاید فراری 812 بیشتر یک سوپر GT به حساب بیاد، اما چطور میشه خودرویی با پیشرانه 800 اسب بخاری و موتور 12 سیلندر تنفس طبیعی که به چرخهای عقب نیرو میدهد را سوپر اسپورت ندانست؟ علاوه بر این 812
با قیمتی بیش از $400,000 برچسب قیمتی سوپر اسپورت ها را هم روی خود میبینه. نسخه کوپه 812 که با پسوند سوپر فست شناخته میشه دیگر تولید نمیشود. لامبورگینی هوراکان تکنیکا. متاسفانه لامبورگینی هوراکان به روزهای پایانی عمر خود رسیده، اما آخرین نسخه آن را میتوان بهترین نسخه‌اش دانست. تکنیکا پایان کار سوپر اسپورت های بنزینی لامبورگینیه و برای ارائه بهترین مجموعه قطعاتی را از هوراکان STO و هوراکان ایوو قرض گرفته. در اینجا همه چیز بهینه شده تا تکنیکا به بهترین شکل ممکن ساخته بشه. پیشرانه 5.2 لیتری V10 تنفس طبیعی همچنان 640 اسب بخار قدرت تولید میکنه، اما ویژگی‌های آیرودینامیکی تهاجمی STO برای کاهش درگ و بهبود تعادل تعدیل شده. در تکنیکا همچنین کمک فنرهای تطبیقی، سیستم کنترل گشتاور، کنترل کشش و فرمانگیری چرخ‌های عقب همگی برای ارائه حد اکثر هیجان تنظیم شدند. لامبورگینی ریوالتو. از آنجایی که پیشرانه‌های V10 به V8 تبدیل می‌شوند و موتورهای V6 جای V8 را می‌گیرند، کسی انتظار دیدن یک سوپر اسپورت هیبریدی جدید با موتور V12 را نداره، اما لامبورگینی دقیقاً همین کار را انجام داده و با قرار دادن 3 موتور الکتریکی در کنار پیشرانه 6.5 لیتری V12 تنفس طبیعی اونتادور 1015 اسب بخار قدرت را ارائه کرده. نتیجه این کار خلق یک سوپرکار پلاگین هیبریدیه که شبیه هیچ سوپر اسپورت دیگری نیست. این خودرو چند کیلومتر به صورت تمام الکتریکی طی میکنه و یا از گشتاور موتورهای الکتریکی به عنوان مکمل پیشرانه V12 برای شتابگیری‌های فوق سریع استفاده میکنه. هرچند این خودرو خیلی سنگین شده، اما پر از سیستم‌های الکتریکی هوشمنده